تو این ویدیو قرار نقاط برگشت روند رو با استفاده از یک ابزار خیلی خیلی ساده یاد بگیریم. اون ابزارم اسمش ترند لاینه که من بدونم کجا میخواد روند صعود من تموم بشه و تبدیل بشه به نزول، یا برعکسش روند نزول من تموم بشه و تبدیل بشه به روند صعودی با استفاده از خط ترند لاین. بیایم روی چارت ببینید ابزاری که من میخوام انتخاب کنم ابزار ترند لاینه. زمانی که من یک سیر حرکتی صعودی داشتم، یعنی سقف و کف‌های بالاتری داشتم میدیدم، من میام توی روند صعودی کف‌ها رو به هم متصل میکنم و ادامه میدم. درسته؟ هر زمان این خط ترند من شکسته شد، چند تا حالت معامله کردن داره. اولیش این که به محض شکسته شدن این وارد معامله بشم، خط ترندم زمانی که شکسته شد وارد معامله بشم، یا اگر توی 5 دقیقه خط ترندم رو رسم کردم میذارم تایم فریمم روی 3 دقیقه، روی 3 دقیقه پیدا میکنم قسمتی که خط کشیدم و میام توی 3 دقیقه یک کلوز زیر خط روند خودم یا ترند لاین خودم میبینم. همون کلوز میشه نقطه ورود من، حد ضرر من میشه بالای محدوده خط ترندم یه کوچولو بالاتر و معمولا آر به آر 2 به شما میده بازار. آر به آر 2 هم سعی کنید بگیرید. این آر به آر 2. بریم جای دیگه با هم بررسی کنیم. روند صعودی رو مثال زدیم، الان میخوایم روند نزولی رو مثال بزنیم. من یک روند نزولی دارم، سقف و کف‌های پایین‌تر به من دست داده، میام حتی 2 تا سقف آخر رو به هم متصل میکنم، نیازی نیست از اون اول بکشم. هر زمان یک کندلی باعث شکست خط روند من شد، من میتونم یک معامله خرید دقیقاً روی همین ناحیه شکسته شدن بگیرم و حد ضررم رو بذارم زیر خط روند، زیر کندل قبلی، و آر به آر 2 هم ازش بگیرم. آر به آر 2 میشه این ناحیه. میبینید که آر به آرهای خیلی بیشتری هم به شما میده. یک حالت معامله دیگه هم اینه که شما کندلی که باعث شکست خط روندتون شده داخل یک کادری قرار بدین. زمانی که اومد یک کلوز خوب بالای این کادر داد، من اینجا وارد معامله میشم، حد ضرر رو میذارم زیر کادر خودم یک کوچولو هم پایین‌تر و 2 مرتبه آر به آر 2 رو میخوام ازش بگیرم. این 2 سبک معاملاتی با خط رونده که شما برگشت بازار رو میتونی شناسایی کنی به همین راحتی. جاهایی هم هستش که شما استاپ بخوری، بله، اما باید توی 100 تا معامله این رو بک تست بگیرید تا وین ریتش برای شما مشخص بشه. پس توی 100 تا معامله این رو حتما تست کنید. امیدوارم که از این استراتژی و از این ابزار بتونید سودهای خیلی خوبی رو داخل بازار به دست بیارید، اما اینو یادتون نره که آموزش اصولی و استفاده از پشتیبانی 2 رکن مهمه که شما رو به موفقیت داخل این بازار میرسونه، نه چیز دیگه. خدا نگهدارتون.